بچه اینا پوشرهای چوبیه. خب از اینا استفاده کنیم. برای هر مشتری هم یه دونه. حالا چجوری استفاده میکنیم؟ این بغلشو خب میایم میذارین اینجای ناخون. من یه ذره چون دوربینه رو گوشم رو پایه میذاریم اینجا. خب میریم عقب. ببین بعد میچرخونی پوشه رو همینجوری که میای اینجاها میشه سینوس ناخون. خب همینجوری که میام بغل اینم میچرخونم. ببین اول اینجاشو بغلشو گذاشتم، همینجوری که پیچیدم اینم باهاش میپیچونم. سینوسا یه حالت اینجوری گردی داره. اگر اینطوری برین اینجای ناخون آسیب میبینه یا اینجای ناخون، بعد گرد برین. خب بعد میام اینجا دوباره شروع میکنم با همین لبه ناخون، با این لبه اینجاش میام میرسم به سینوس اینور. حالا اینطوری. خب حالا نگاه کن، باید این کوتیکولو کامل از روی پوست جدا کنی، جوری که وقتی اینو میندازی هیچ گیری نداشته باشه. نگاه کن توشو ببین. به این میگن سرسوهان شنی اشکی، یعنی اشکی مدلشه، شنی جنسشه. خب اینا سرسوهانای مانیکورن. از وسط ناخون تقسیم میکنم، از وسط به این ور، از وسط به اون ور. دور سوهان رو هر دفعه عوض میکنم. وقتی دارم میپیچم باید سوهان به سمت راست بچرخه، من چپ رو میپیچم، بعد دور سوهان رو عوض میکنم، سوهان به سمت چپ بچرخه، من به سمت راست. خب حالا چیکار میکنم؟ ببین یه زاویه میدم. خب به این شکل، ببینی زاویه دستم یه ذره اینجوری بالاست 45. اینو نوکش رو فشار نمیدیم، من با نوکش کاری ندارم، من از اینجاش به پایین دارم کار میکنم. خب میام تا اینجا که رسیدم دوباره گردش میکنم، میام بعد این بالشتک رو میدم کنار، میام اینجا. ببین اینجا رو میبینی، این خطه رو میبینی، میدمش عقب، اینجا رو صاف میکنم، اضافه هاشو میگیرم، دوباره اونور میام این بالشتک رو میگیرم، صاف میکنم، بالشتک رو میگیرم، صاف میکنم، میام پایین، اضافه هاشو میگیرم. خب ببین فشاری هم دستم نداره. دور موتورت باید 30 تا 35 باشه، اگر کم باشه اینا رو نمیگیره و خط میندازه، رد میندازه. این کار فقط با تمرین در میاد. خب برمیگردم. حالا من دوباره چکش میکنم و بعد فیلم برداری فقط شما زاویه رو توجه کن، چون که دست من جای خوبی نیست، احتمال اینکه خطا بده زیاده. من دوباره بعد اینکه فیلمو گرفتم چکش میکنم. اینو اینجوری میگیرم، این پرزایی که این زیر داره رو میگیرم، فشار نمیارم فشار بیارم ناخون نازک میشه. ببین میرسم به سینوس، دور میزنم، میام رو بالشتکا، این خط اینجا رو تمیز میکنم. دقیقا خط است، نه روی ناخونه نه روی گوشته. بذار تمیزش کنم بیام بهتون نشون بدم. خب تمیزش میکنم. ببین اینا رو. خب
این سرسوهان توپی شنیه اسمش. از این داغه، الان من تمیزش کردم. از این برای دورگیری، برای مانیکور کمبی استفاده میشه، ولی این الان چون کند شده من نمیتونم باش مانیکور کنم بهتون نشون بدم. هر وقت خریدم یه بار بهتون نشون میدم اونو جداگانه. ولی برای چه کاری الان استفاده میکنی؟ مانیکورای آپارات هم که بخوای استفاده کنی یه دور از اینا برمی‌داری، همین اضافه های دور ناخن و بالشتک و اینا رو برمی‌داری، هم این که اینا رو باید بدی عقب که برای قیچی کردن آماده بشه. خب فشارش این باید دورش کم باشه، مثلا مال من چیز نداره، مثلا روی 7000 تا 5000 تا اینا باشه. خب اینجوری شروع میکنیم، از یه گوشه این پوستا رو میدیم عقب. صداشو نگاه کن چقدر فرق میکنه با اون قبلیه. دیدی اینجوری. خب این الان آماده قیچی کردنه. قیافش رو نگاه کن. حالا قیچی مو اول یه الکل میزنم برای هر کس. وای میستم، قیچی مو نگاه کن. این قیچی خوبه، این هلالش و بلندیش باعث میشه که قشنگ بیفته رو همه خلل فرجا. خب حالا این دیگه چون خیلی حساسه، منم میخوام جلو دوربین انجامش بدم، شاید یهویی از دوربین بره اونور. ببین اول گوشه ناخن رو شروع کنم برداشتن. اصلا قیچی رو کات نمیزنم، میبینی همینجوری سر جاشه. من شروع میکنم به قیچی کردن. ببین از این ورم نبرین. الان من که دارم میگیرم به خاطر اینکه تو دوربین بیفته دارم میگیرم، ولی شما از یه طرف شروع کنین. یکی از دلایلی که مانیکوراتون اینجوری پیشین میشه، ازش پوست آویزون میشه، اینه که هی کات میکنی، میبری بریده میشه. شما همینو در راستاش ادامه میدی. بزنم میافتاد. برای همه میگم رو دست خودتون انجام بدین که احساسش رو درک بکنین که مثلا چقدر میریم پایین این درد میگیره. ببین منظورم از این که بریده نشه اینه. خب حالا این یه ذره هم که اینجا چیز شد، ما این اصلا مهم نیستا. خب ولی اگر که بیشتر خون اومد یه قطره‌ای داریم به این اسم، این التهابو از بین میبره و خونو بند میاره، بهش میگن قطره انعقاد خون. الان من اینو تمیز میکنم بهتون نشون میدم. خب من مانیکورمو انجام دادم. این دستمو یه دونه از این دستمال مرطوبا برمیدارین. خب اینجوری لول میکنین، میندازین توی تیزی این، شروع میکنین دور ناخونو، در واقع زیرشو تمیز کردن. و اگر این وسط دیدین که چیزی اضافه است که باید دوباره قیچی بشه یا کار بشه، انجام میدین. یه ذره اینجا من به یک گره‌ای برخوردم، ببینم چجوری تمیز میشه بهتون نشون میدم. من اومدم انتهای کار رو پیدا کنم، دیدم که پاکش کردم دیگه. امیدوارم راضی بوده باشین.